که برای فالبین ها هم جریمه میبندند و چیز دیگر، ولی میدانید که برای فالبین ها جریمه بندن هم اینقدر شجاعت فالبین ها قوی است که کارشان را دوام میدهند. برعکس یک دعوتگر یا یک نفری طالب علمی که بر او جریمه بسته شود دیگر کلا دست میکشد از علم و از پیشروی هایش. اکنون گفتیم سبب اساسی در چی باشد که اینقدر زنها علل خصوص به نزد فالبین میروند؟ البته که یکمش ضعیفی ایمان است. وقتی تو به قدرت های پروردگارت یقین نداری و ناامید هستی که خداوند دیگر از دستش نمی آید، تو فرزنددار نمی شوی یا دیگر در قدرت خداوند حل مشکلی خودت را نمی بینی، می روی به نزد فالبین. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند کوچک و بزرگ حتی برای بندی کفش خودتان از الله کمک پرسید و پروردگار به شما می گوید و قال ربکم ادعونی استجب لکم، خداوند شما به شما می گوید دعا کنید من اجابت می کنم. انه علی کل شیء قدیر گشته و بگشته می‌آید که خداوند به همه چیز قادر است. قدرت خداوند برای همه جا رسیدنش و بزرگی پروردگار در دلهای آنهایی که ضعیف است و به این چیز یقین ندارند حل مشکلی های خود را در فالبین میبینند. البته اولینش چی است؟ ضعیفی ایمان، خطرناک بودن این چیز را ندانستند، تا چه اندازه ایمان خود را سوزانیدن را ندانستند سبب می شود که به نزد فالبین روند، از فالبین کمک پرسند، به آن اعتقاد کنند. چیز دیگر البته که بی‌صبری، بعضا مشکلی یا مصیبت سر ما می آید، همان لحظه می خواهیم مصیبت از سر ما رود و مردم اولین چیزی که به سرشان می آید نزد فالبین رفتن، فلانی بیمار شد وای چیکار کنیم، فالبین از دستش می آید، گویا نعوذ بالله نزد فالبین می روند. ولی خیلی که میدانید مشکلی ها به سر پیامبران هم اومده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با اینکه بهترین پیامبران بودند 13 سال در مکه در اذیت بودند. بعد از 13 سال وقتی به مدینه هجرت کردند بعداً آن دعاهایشان اجابت شد. بعد از آن ابو جهل و دیگر نفرانی که برایش پیامبر عتبه و شیبه و اینها برایشان پیامبر دعای بد کرده بودن بعداً آنها وفات کرد یا اینها بعداً کشته شد. یعنی مشکلی ها همان لحظه حل خودش رو پیدا نمی کند. آنهایی که به سرتان مشکلی آمد، خواه از دست دادن شوهر، خواه از دست دادن یک نزدیک خودتان یا اینکه مشکلی های مالی یا بعض بیماری، نباید اینقدر بی‌صبر باشیم، اینقدر ناامید باشیم، اینقدر ایمان ضعیف داشته باشیم که در همان لحظه دوادوی کنیم برویم به نزدیک فالبین. دعاهای